سلام، خوش اومدی به بوکست، جایی که درش کتاب‌ها، فلسفه و ایده‌های بزرگ زندگی رو ساده و قابل استفاده تبدیل می‌کنیم. اینجا هر ویدیو یک قدم کمک می‌کنه که بهتر فکر کنیم، بهتر تصمیم بگیریم و بهتر زندگی کنیم. اگه به خودسازی، رشد فردی و یادگیری از تجربه بزرگان علاقه داری، جای درستی اومدی. بریم سراغ موضوع امروز میخوام درباره یکی از کاربردی ترین و قدیمی ترین سبک‌های فکر کردن حرف بزنم. فلسفه که میتونه زندگی هر کسی رو آرومتر، قویتر و منطقی تر کنه. فلسفه رواقیگری. رواقی‌ها چه کسانی بودن؟ رواقی‌ها گروهی از فیلسوفان بودند که حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح در یونان ظاهر شدند. این مکتب رو زنون بنیانگذاری کرد و بعدها در روم به وجود رسید. چهره‌های معروفش مثل سنکا، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس نه فقط فیلسوف بلکه آدم‌های عملگرا بودن. حرفشون چی بود؟ این که ما فقط یک چیز رو واقعا کنترل می‌کنیم، خودمون رو. رواقی‌ها به 6 اصل باور داشتن. اصل اول رواقیگری کنترل درونی بود. رواقی‌ها دنیا رو به 2 بخش تقسیم می‌کردن: آنچه در کنترل ماست و آنچه خارج از کنترل ماست. چیزایی مثل رفتار دیگران، اتفاقات روزمره، شانس، قضاوت مردم، اینا همه برمیگرده به چیزایی که از کنترل ما خارجه. اما چیزایی مثل افکار، تصمیم‌ها، واکنش‌ها و انتخاب‌ها کاملا در اختیار ماست. رواقی‌ها به این عقیده باور داشتن که اگر انرژیمون رو فقط روی بخش اول بگذاریم، زندگیمون آرومتر، قدرتمندتر میشه. این همون چیزی است که امروز بهش میگیم مدیریت ذهن. اصل دوم پذیرش واقعیت بود. رواقی‌ها معتقد بودن اگر اتفاقی افتاده و تغییرش از کنترل ما خارجه، بهتره باهاش مقاومت احساسی نکنیم. نه به معنی بیخیالی، بلکه یعنی واقعیت رو بپذیر، احساسات رو کنترل کن، بعد بهترین تصمیم رو بگیر. شاید ما نتونیم جلوی بارون رو بگیریم، اما میتونیم چتر برداریم. این نگاه باعث میشه در سخت‌ترین شرایط هم منطقی و خونسرد بمونیم. اصل سوم فضیلت‌گرایی. رواقی‌ها اعتقاد داشتن تنها چیزی که انسان رو خوشبخت میکنه فضیلت است. 4 فضیلت اصلی: خرد، عدالت، شجاعت، خویشتن‌داری. اگر کسی بتونه این 4 بخش رو داشته باشه، از نظر رواقی‌ها موفقیت واقعی رو تجربه میکنه. نه با پول، نه با شهرت، بلکه با قدرت شخصیت. بخش پنجم یعنی اصل پنجم، رواقیگری در زندگی امروز. شاید بگی اینا حرفای 2000 سال پیشه، ولی جالبه بدونی امروز بیشتر از هر زمان دیگه به کارت میاد. وقتی از حرف مردم ناراحت میشیم، وقتی اتفاقای ناگهانی اعصابمون رو خرد میکنه، وقتی توی مسیر هدفمون ناامید میشیم، یا وقتی میخوایم قوی‌تر و متمرکزتر زندگی کنیم، رواقیگری‌ها به دادمون میرسن. یعنی چی؟ رواقیگری میگه تو نمیتونی دنیا رو کنترل کنی، ولی میتونی خودت رو مدیریت کنی. به همین دلیل خیلی از مربیان، نویسندگان و حتی ورزشکاران حرفه‌ای امروز از این فلسفه استفاده میکنن. این 3 جمله مسیر زندگی هر شخص رو مشخص میکنه: سنکا، اپیکتتوس، مارکوس اورلیوس. سنکا میگه ما بیشتر از آنچه واقعا وجود دارد از چیزایی میترسیم که در ذهن ما میسازیم. اپیکتتوس: اتفاقات تو را آزار نمیدهند، برداشت تو از آنها آزار میدهد. مارکوس اورلیوس: ذهن توست که زندگی تو رو میسازد. این 3 جمله رو باید داخل مسیر زندگیمون در جاهای مختلفی قرار بدیم که زندگی ما رو بسازه. سنکا میگه ما بیشتر از آنچه واقعا وجود دارد از چیزایی میترسیم که در ذهن ما میسازیم. اگه این خلاصه رواقیگری خوشت اومد، حتما لایک کن، کامنت بذار و اگر خواستی درباره هر کتاب، مکتب فلسفی یا موضوع خودسازی ویدیو بسازم، پایین بنویس تا برات آماده کنم. ممنون که تا آخر همراه من بودید.